کمونیستان امضا کرده بود، بنام امضا کرده بود، ثمرش چشیدی یا نش چشیدی؟ امضا خو اینی طور ثمره دارد. عجیب است که ما سبقه خود درس نمیگیریم. خب ولقد اخذنا على فرعون، یقینا ما گرفتیم آل فرعون. آل اهل بیت هم میگه، اهل خانواده را، لیکن اینجا مطلقی تابعدارا، تابعدارای فرعون بالسنین، به قحطی. سنین سالا را میگه، یعنی به مبتلا کردن سالای از یا به قحطی که سال فراخ نباشه سرش. و نقص من الثمرات، به نقصانا از میوه ها. چرا؟ لعلهم یذکرون، به خاطر که یا نصیحت بپذیره، یک کمی بهوش بیه. تمام نظام در زمان فرعون سرمایه‌داری بود، کل جاها و باغای قشنگ و زیبا پیش فرعونیا بود. طبعا که وقتی خوشسالی شود الله بارانا را نبیاره، خود به خود چی میشه؟ تاوان به مو کسا میرسه که زمینداری زیاد است، میوه های زیاد داره، برای از تاوان رسید. الله به خاطر ازی که بدانن که این ملک ذاتی ما نیست، یک و اینمی قسم حالت سر انسان میآید. فاذا جاءتهم الحسنه، لیکن یا بجای ازی که یک کمی بیدار شود، نعوذ بالله تعبیری غلط میکرد، برداشتی غلط کی را میگه؟ فاذا جاءتهم الحسنه، وقتی که برشان میآمد فراخی، قالوا میگفتن لنا هذه، این مهارت خودی ماست، لیاقت خودی ماست، مستحقش هستیم. نمیگفتی از جانب الله برای ما داده شده، احسان الله میدانست تو را. حالی هم یک تعداد مردم میگه، انجینر صاحب میگه کم خوری نکرده مولوی صاحب، کم خوری ها را زیاد مردم میکنه، خو لیکن که الله برات نده که 1000 سال خوری کنی، چیز حاصل کردن نمیتونی. سینه را نزن که مستم، یا از جانب الله متعال است برات. و ان تصبهم سیئات، وقتی که میرسید برشان تنگی، فقر، حالت بد، یطیروا، شگونی بد میگرفتن به موسی، به موسی علیه السلام و من معه، کسایی که همراهش بود. این تنها فرعونیا نیست، اولی هم همونطور است. همیشه وقتی که حالت خراب میشه میگه از دست فلانی، از دست اینی. آل شگونی بد سر کی میگیره؟ تا که وابیا پیدا شده اینی کارام، تا که وابیا پیدا شده اینی طور میشه. نظر نمیکنه که ما مجرم هستیم. اینی حالت بگوی، این حالت ثمره است که مرتب سری اعمال خود ما میشه، اسبابش خود ما هستیم. میگن نه شگونی بد. اصل در عربا رواج بود زمانی که یک کار میکردن، نعوذ بالله، و تیاره میکرد، تیاره میرفتن یک نوع پرنده را میخستاندن از جایش. اگر راست میرفت میگی کارا میکنیم، خب است برام. اگر چپ میرفت بگوی باز نمیکرد و کارا. ایرا تیاره میگه که پیغمبر علیه السلام میگه تیاره تو شرک کن. تیاره چی است؟ اورده خوبی و بدی اعمال چی؟ هیچ نوع تلازمی نداره، هیچ نوع رابطه نداره. اما امو عمل فی الحال دمی دیاری ما، دمی جامعه اسلامی با پیمانه خیلی فراوان پیدا میشه، خیلی فراوان. اکک که چی میکنه؟ صدا میزنه، خوش خبر میگه. چی خوش خبری میدی؟ اکک کده خوش خبری چی؟ اگه زا قاق کد، اوه خلاص، یا روبا وقت زد، اوه یوره چی میکنی؟ شگونی بد از ماکیان. ده حدیث است رسول الله صلی الله علیه و میگه که ماکیان وقتی ملائکه میبینه آزان میده. او اینجا در وطن ما شما چطور است؟ سرش دستی میبره. ما اونو مسلمان هستیم، اونو مسلمان. اوره چی میکنی؟ زنا که ما بین خود یک جای شوه، مرده را چی میگه؟ والا خیلی سرش نرم بود. حالی نرمی سر ده چی؟ مرده دیگه زود میشه. عجیب گپاست. الله رحم بکنه، این قدر است. در کدام اتاقی که مرده رفته تا یک هفته را در اتاق کس داخل نمیشه. تفلک وفات میکنه، سعی میکنه که ثواب برنج بار است. خیرت است. دیگدان حلالی، این دیگدان هم حلال میشه. کی حرام ساخته بود؟ کم شرک نیست در وطن. این گپا برای مردم عادی معلوم میشه شرک است. این چی است؟ شرک است. این کل شرک است. صبح کی میبره که سگ ددمی روش میاد، سگ دده روی ما آمده، ددمی روی ما آمده. سگ خامخا ددمی روی میاد. چی گپ است؟ او را خود چی میکنی؟ نعوذ بالله، خود آنقدر بلند تراش کرده که یک شخص یا مشخص کرده می باشه فلانی ددمی روی ما آمد. الله رحم بکنه.
جامعه اینقدر در تاریکی زندگی میکنه خبر داری؟ مادرای ما میموره با می عقیده میموره، با این می عقیده. اون روز برای من زنگ زده شده که چی است؟ یکی از خواهرها سوال کرد که مولوی صاحب کسی که میگه کلانی خانه بمره بازم کالایش نگاه میکنه سالا میگه ایجاب من چون پدرم وفات کرد چی مرا گفتن که کالای پدرت وردار که کلانی خانه است برکت باقی میمونه. ببینی اینطور مسائل است، اینطور حالات است. من ایران ماندم که کدام دین است، چه قسمی مردم چه عقیده داره، از کدام کتاب میگیره. این حالت است. الله رحم بکنه. بله انسان متوجه خود نمی باشه، پای دسنگ میخوره، خودت احتیاط نکردی ملامت دیگه کسا میکنی. این نظام فرعونی ها بود. امروز هم میگه پاس موسی علیه السلام و مؤمنا را آلی چی میسازه؟ متهم میسازه، او را شگونی بد میگیره. کسانی که مکمل خیرخواهی، تمام هم و غم و زندگیشان برای چی بگه دلسوزی بالای مردم تیر میشه. پیغمبران واره بد میدان. الا انما طائرهم عند الله، خبردار یقینا بدشگونی از یا عند الله، به نزد الله نوشته شدگی است که کارا را خود میکنه، باز چی شد سر دیگرها چپا میکنه. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثریت از آن نمیدانه، حقیقت امر نمیدانه که گناه را خود کرده این ثمرش است، لیکن متوجه نمیشی. مثل امروز افغانستان فلانی اینطور کرد او فلانی کمونیست بودی. از ما و توستی. یقین بک اول تو مولاستی، بعد از تو آجیستی، بعد از تو دیندار است. تو مولا حقیقت دین بیان نکردی، تو آجی مولای درست نگرفتی، تو ملک مردم در جنگ انداختی، روز تا نتیر کردی، خود دیگه اولاد کمونیست میشه. تو در مسجد عالم جهاد بیا ترجمه قرآن و حدیث بکنه، با اولادت قاری موحده بیار که چند روز بعد چندین حدیث از بچه خوردید بشنوی، در چندین باب خود تو گرفتی. ملامت نکن. ما امروز ملامتی را امروز ما ملامتی را سری غرب میندازیم که امریکا آمده. ما خودیم چی دینداری داریم؟ کتاب الله پیش ما هست، میفهمیم حقیقتیشه. دین ما چی برای ما پیام داره؟ نه. مسلمانی کیستم؟ میراسی پدرم وضو میکرد سری کوزه، من وضو میکنم به کوزه، خلاص. قرآن آیاتش چی میگه برای ما چی میکنیم؟ و قالوا مهما تاتنا به من آیه، گفتن برای موسی علیه السلام مهما هر قدر تاتنا که تو آوردن میکنی به بیتور هر چیز آن چیزی را که تو میاری من آیت از معجزه لتسحرنا، مراد از آیه ایجا امون نشانه ای که دلالت بالای قدرت الله و نبوتی موسی علیه السلام میکنه. باز چی میگه؟ لتسحرنا بها، که تو جادو کنی برای ما، سحر بکنی توسط یزی بالای ما، یعنی این کارای تو جادوست. فما نحن لك بمؤمنین، ما نیستیم که ایمان بیاریم قطعا برای تو، به گپای تو، به معجزات تو قطعا باور نداریم. یعنی ما اعلان پیش از پیش میکنیم. اینقدر بدبخت بودن بدون از اینکه سنجش کنه. الله به خاطر همی یاد میکنه. چرا انسان اینطور نمیکنه که نه ما قطعا قبول ندارم، لا اقل یک سنجش خوب بکن. فارسلنا علیهم الطوفان، الله میگه ما یک رای بیداری را ترک نکردیم در حق از یا. کدام رایی که سبب بیداری و هوشیاری از یا میشد، با هوش آمدن از یا میشد، کلی راه ها را استفاده و استعمال کردیم، اما این مردم به هوش نآمد. فارسلنا علیهم الطوفان، روان کردیم بالایشان طوفان بادام میگه. هر چیزی که سبب بدبختی مردم میشه کلش طوفان میگه. اکثر سری بادا، چون که هر چیز از بین میبره. والجراد، بعد از ملخا را، والقمل خزنده ها را، والضفادع کربقه را، و دم خونه، آیات مفصلات، نشانه های قدرت الله جدا جدا. فاستکبروا، لیکن یا خدا کلان تراشیدن، تسلیم نشدن، و کانوا بودن قوم مجرمین، قوم مجرم بود. الله طوفان روان کرد. طوفان آمد، سیلو باد شد، درختها چپه شد، سیل آمد زمین ها را تباه کرد. مردم دیگه این کلش تاوان برای همی قبطی ها یعنی فرعونی ها بود. بعد از او ملخ پیدا کرد، آمد کل کشتا را خورد. ملخ از جمله چیزایی است که بدون ذبح حلال است مسلمانی واری، هر نویش، هر نوع ملخ. والقمله، سه قسم خزنده های قمله است. یکی او قمله که در بدن انسان می باشه، کشپش برش میگه، شده میتونه اینمی قسم حالت سرش آورده باشه. و یکی قمله است که در جان حیوانات میچسبه که او را به نام کنم یاد میکنه.
و یکی قمله است که نه او دانه ها را خراب می سازه. یعنی او خزنده که گندم این چیزا مواد خوراکه را چی میکنه؟ از بین میبره. ظاهرا اینمی است چون وا مردم زراعت پیشه و چی بودن؟ مراد از پیشش اینمی خزنده هایی که کشت و زراعت از بین میبره. و الزفادع دیگه کربقه زیاد بود که دم جام آب در دهن میکرد یک دم کربقه می بود. مفسرین نوشته میکنه که اگر بنی اسرائیل میگرفت هیچ چیز نمی بود که وا میگرفت کربقه پر میشد. و دم خون اینمی قسم جام آب میگرفتن که آب است خون جور میشد. بعضی میگن نه مراد از خون اینی طور خونی بینی وری همیشه روان بود. بعضی میگن نه الله متعال رو دینی لا یک دم خون جور کرده بود. الله متعال اینی حالتهای را آورد اشاره به ای کرد که شب الله شما توانمندی و قدرت نداره. فرعون که این قدر لاف میزنه که کلی چیستا حدود مصر در زیر فرمانی ماست، اینی هم دفاعی هم نمیتونه. مثل که عالی است. الله متعال نشان میده دنیا تلاش میکنه که در مریخ هم برسه، اما طوفان خود دفع کرده. نمی چند روز پیش در امریکا چقدر مردم چی کرد؟ چقدر مردم بی‌برق شد. تو دمیشه گرفته تو نیست. عذاب الله را کسی دمیشه گرفته نمیتونه، ولو که تکنولوژی هر قدر پیشرفت میکنه. اونجا هم در حقیقت عجز فرعون الله نشان داد که فرعون لاف میزنی اما جلوگیری امیر نمیتونی، بلکه می آمدن پیش کی؟ موسی علیه السلام. تو عاجزی میکرد که امیر تو دعا کو که دور شو باز ما جور میشیم. این خود میگه ولما وقع علیهم الرجز، هرگاه که واقع شد بالایشان آن چیزی که سبب تکلیفی از یا اذیتی از یا بود که هر کدامی از امی 5 چیزی سابقه بود. قالو میگفتن یا موسی علیه السلام ادع لنا، طلب کو برای ما ربک از پروردگاری خود. الله اکبر. فرعونی میفهمه که حاجت پورا کننده غیر از الله دیگه کس نیست. موسی علیه السلام حاجت پورا نمیکنه. نمیگه تو مشکل رفع کو، چی میگه؟ ادع لنا، برای ما طلب کو ربک از پروردگاری خود. این قدر گپ میفهمه. مسلمانی ما این قدر گپ نمیفهمه. مرده که زیر قبر است او را مشکل کشا و حاجت روا و شفا دهنده میدان نیست. همینطور قوم فرعونی قدر گپ میفهمه، مسلمانی ما امروز این گپ نمیفهمه. بما عهد عندک، با آن چیزی که پیمان بسته الله متعال بنزد تو. او پیمان کدام است؟ بعضی مفسرین میگه اجابت دعای موسی علیه السلام که هر دعای موسی علیه السلام الله قبول میکرد، یا است که نه در صورتی که مردم رجوع به سوی موسی علیه السلام بکنه، بپذیره دعوت حضور الله و عذاب دور میکنه. چی میگفتن؟ لئن کشفت عنا الرجز، اگر دور کردی از ما به واسطه دعایت همین تکلیف لنؤمنن لک، خام ما باور میکنیم به گپای تو یا ایمان میاریم بالای تو. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اعلام میکنیم آزاد میکنیم امرای تو بنی اسرائیل. اردو مطالبه داشتی، اردو بجای میشه. فلما کشفنا عنهم الرجز، هرگاه که الله میگه ما دور کردیم از وا تکلیفه. موسی علیه السلام خود دور نمیتونست. الی اجل، به دعای موسی علیه السلام میشد الی اجل، تا یک مدت هم بالغو، که به او مدت به او تاریخ یا میرسید. اذا هم ینکثون، ناگهان یا عهد خود پیمان خود چی میکردن؟ میده میکردن. فانتقمنا منهم، پس ما انتقام گرفتیم از یا. فاغرقناهم فی الیم، ما یا را غرق ساختیم فی الیم، در دریا، دو ساحل. بانهم کذبوا، الله ظلم نکرده به سبب از اینکه نسبت دروغ کردن به آیاتنا، به معجزات، به آیاتنا، به نشانه های قدرت ما. و کانوا بودن عنها غافلین، از این خیلی غافل. دو نکته الله سبب تباهیشان کرد، یکی تکذیب آیات الله متعال، آیات الله را نادیده گرفتن. دوم آن قدر بی‌پروا در مقابل آیات الله خود بی‌پروا کو، هیچ سنجش و تأمل نکو کی برای چی است. آیت برای ما درس میده زمانی که پای در سنگ میخوره تو باید متوجه شوی که چرا پایم در سر سنگ خورده. غافل باید نباشی، دیستی باید بدانی. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله می گفت، عمر رضی الله عنه گفت اگر در لب فرات یک شتر بموره، امو قسم حتما در نظام ما، در حکومت ما یک چیزی خلای بیدینی پیدا شد. موت در زندگی خود 1000 مرتبه تکلیف و مصیبت برای موت میرسه، لیکن بیدار نمیشی. در سود مبتلاستی ترک نمیکنی، شراب میخوری ترک نمیکنی، نماز نمیخوانی ترک نمیکنی، زنیت نماز نمیخونه برش نصیحت نمیکنی، اولادت نمیخونه برش نصیحت نمیکنی، رابطه با نعوذ بالله
مردمی غلط داری، در قمار، در غیبت، در دروغ ترک نمیکنی، متوجه نمیشی که چرا همین حالت سرم آمده. فکر میکنی بس دیگه اینی طور است. نه، انسان باید فکر بکنه. چرا؟ یقینا انسانی که متوجه به این گپا باشه درک میکنه که هرگاه یک گناه از پیشت میشه او ای برای مؤمنا الله نتیجه گناهش در دنیا میده. چرا؟ شفقت الله است که عذابت در آخرت نگذاره. از همون خاطر تکلیفای دنیوی ما دو قسم است. اگر پابند مکمل نظام الله هیچ گناه نداری، این برای تقویت درجات است که الله تو را پخته میسازه و درجات بالا میبره. اگر نیکی گناه میکنی، این نتیجه اونمو گناهت است که الله کم کم تو را چی میده؟ تکلیف میده. و اورثنا القوم الذين ما بمیراث دادیم به او قومی که کانو بودن یستضعفون، که ضعیف شمرده میشدن، به زور یار ضعیف ساخته بودن. مشارق الارض، مشرقای زمینه، و مغاربها، مغربای زمینه. مشرق و مغربها زیاد است، چون ساحه و امین نظام که فرعون سرش حکمروی داشت این خیلی وسیع بود. در بعضی تفاسیر نوشته میکنه که این تا سرزمین شام این کلش در زیر فرمانروایی چی بود؟ فرعون بود. چون مساحت پادشاهی فرعون زیاد بود، مثل که مشرقات در مختلف جاها مشرق است. از او خاطر یارا کلش الله نصیب بنی اسرائیل کرد. التی همون سرزمینایی که بارک نافیا که ما برکت دو انداختیم. سرزمین شام و مصر همیالی در دنیا چیست؟ حاصل خیزتر و چی خب برکات است. رقم میوه ها و آب و هوایش خوب است. کلی زیر الله میگه و تمت کلمت ربک، پورا شد وعده پروردگاری تو، الحسنا وعده نیک، یه وعده کامیابی، علی بنی اسرائیل، بالای بنی اسرائیل. به سبب چی؟ آیا ما کدام ملتی که مستضعف است میتونه خود در میدان کامیابی بکشونه؟ بله، به ما صبروا، به سبب او صبر و استقامتی که در مقابل رنج و شکنجه چی فرعون کردن با موسی علیه السلام پایمردی کرد، استاد شدن. و دمرنا ما کان یصنع، ما هلاک کردیم، از بین بردیم آن چیزی را که جور کرده بود فرعون و قومش، بلدنگا جور کرده بود، کلش از بین رفت. و ما کانوا یعرشون، آن چیزی را که وا چیله جور کرده بودن برای انگورای خود یا سایبانا به خود جور کرده بود، کلش از بین رفت. فرعون چی میکرد؟ همون قومی که استضعفونه، ضعیف شمرده میشد، به زور یار ضعیف کرده بود. امروز مستعمر میگه استعمار چرا میگه؟ از منافقت کار میگیره. استعمار میگه طلب تعمیر، طلب با آبادی، او حقیقتش استضعاف است، استثمار است. کل میوه و کل همو نتیجه را برداشتش او میگیره در دست خود. همینطور کرد. مجاهدین کامیاب شدن، ولی بعد یا یکتاز جهان میبودن، این مرکز اسلامی جور میشد، کلی نتیجه پس در دست غرب افتاد. استعمار به نام کی میه؟ بیه ما آبادی وطنتان میکنه. استعمار است، طلب امارت میکنه. حالا ای کاریتان، اما حقیقت چی میکنه؟ جنگ پرتافته است. فرعون ضعیف کرد مردم را، توانمندی نداشتن. امروز به شیوه دیگه، به نام استعمار، به نام ازی که خدمت شما را میکنیم، به نام ازی که وطن شما را آباد میکنیم. چی رقم آباد میکنیم؟ اسلحه که از روس گرفته بود یک کیشه نگذاشت، نه تانگیشه نه توپیشه، انفجار میده. چرا انفجار میده؟ افغانستان قدر مملکتی سرمایه‌دار است که سلاح کونه را هیچ کار نداره. او سلاح روسی خو خیلی سلاح چی هست؟ خیلی استعمال شده و تجربه شده بود. آلی تفنگای چی را داده؟ یک سال بعد که یا یک چیزی جنگ کنه کلش فلج بشه. چیزی را یا میده که 2 سال بعد باز کارگر نباشه. این را یاد داشته باشه. نمیگذاره که ما را چی بکنه. یکیشان انگلیس یک قماندان یک گولی صاحب حمایت میکنه، جرمنی دیگهش بگویه، روس دیگهش، امریکا دیگهش. ولی دولت هستی خود تو کلی کمکات به دولت تعلق داشته باشه، نه به والی صاحب. خب این کارا را میکنه، استضعاف توسط عظیمیه، یکی در مقابل دیگه میچسبانه. این گپا است. امیال فعلا در افغانستان در وزارت عدلیه بری چقدر تنظیم رسمی شده؟ کلش به مبنای ملت است، به مبنای فرقواریت است. هیچ هدف دین قطعا وجود نداره. این استضعاف میگه، اما یا به نام استعمار در بدر میکنه مردم. امو نقشه فرعون است. موضوع دوم، بنی اسرائیل رسیدن در مقصد خود، لیکن به کدام حیثیت رسیدن؟
به این حیثیت که صبر کردن، پس رجوع کردن. زمانی که موسی علیه السلام دعوت شروع کرد طرف دین، اونمو بود که بنی اسرائیل قطش یک جا شدن. موسی علیه السلام روحیه جهاد در قلب از جا چی کرد؟ زنده کرد. او مردم آماده به جهاد شدن. اگرچه در زمان موسی علیه السلام این گپا نشد، از امو خاطر موسی علیه السلام قوم خطی خود برد یک دشتی 40 سال چی شدن؟ اونجا بودن که موسی علیه السلام وفات کرد. اما نسلی که سابق زیر فشار فرعون سرکوب شده بود و این توانمندی را در خود نمیدید که در مقابل فرعون بجنگه و از بین رفتن. جوانای نوخیز اورام در دشت و بیابان کلان شدن، آزاد. بعد از او باز آماده به چی شدن؟ جهاد شدن. اینی را میگن نیروی جهاد پس در قلب از یا تازه کرد یا از صبر کار گرفتن. الله پس امور داد برشون. از امو خاطر هر طایفه، هر ملت مستضعف زمانی که پس نیرو بگیره برای خود چی را راهنما را پیدا کنه، رهبر را پیدا کنه، در گرد از او جمع شوه و هدفشان یک چیز باشه، دیگه واره نباشه. چرا که موسی علیه السلام پیغمبر بود، هدفش فقط قیام دین بود، دیگه گپ نبود. ملکی و پاچایی طلب کردن نبود. الله متعال کامیاب کرد. امروزن اگر به زعامت مسلمانان یک فردی که واقعا دین بخواه، من میگم نه تنها در یک مملکت بلکه به سطح جهان چی میشه؟ مهدی کدام کسی دیگری نیست. یک جوانی که اینمین نیرو را داره که ملت یقینا به یک خط چی بسازه؟ متحد بسازه، یک هدف. هنا الله کامیابش میکنه در مقابل دجال و همه گپا. اونم قسم امروز هم همونطور است. اما با تاسف امروز کسایی که زعامتای قوما را میگیره بگوی اول خوراکش از یک چیز جای شروع شده، تغذیه از یک جای شده که فقط گوش به فرمان از اوست. چیزی که او برش میگه اونم کار کرده رایسته، نه دین خوش داره نه چیره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.